وقتی شنیدی اسرائیل به ایران حمله کرده چه موقعیتی بودی؟ چه حسی به دست داد؟ ببینید اولین چیزی که من فکر میکردم بهش این بود که ممکنه اصلا من ایران رو ببینم دیگه. حالا مواجهه سعید بیابانکی شاعر با این واقعه. تنیده یاد تو در تار و پودم، رسانه ملی ما شعر فارسیه. آنچه که در این ایام به مردم روحیه میداد، تصاویر به هر حال پرتاب موشک و همه اینها به هر حال خیلی غرور آفرینه، ولی پس پشت این ماجرا شعر بود. در یک زمان بسیار کوتاه این به اصطلاح ملت کاملا جمع شد با همدیگه در هم پیوست. این مردم چه باید بکنند برای جمهوری اسلامی که تا به حال نکردند؟ یادمون باشه که در تاریخ کلمه ها بیشتر از گلوله ها آدم کشتند. تلویزیون اگر میخواد ملی باشه باید نمایندگی بکنه 90 میلیون. الان به نظرم این دو قطبی تمام شده و ما یک قطب بیشتر نداریم، اونم ایرانه. اصلا ما به یک مفهوم تازه از ملت رسید، به یک مفهوم تازه از ایران، میهن و وطن رسید. ای کاش که حفظ بشه. جنگ فاصله بین مرگ و زندگی رو به شدت کم. من خودم اصلا توی جنگ شاعر شدم آقای نبرد. کمن کسانی که از جنس قیصر خواستم شعری برای جنگ بگویم، برای دستور گفت. آیا فکر میکنید این جنگ 12 روزه مکان و جغرافیا اهمیت پیدا میکنه؟ 100%. میهنم در قحط سال ناسپاسی ها، من تو را چون عطر باران دوست خواهم داشت. میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بی آشیان درآوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان درآوردیم. با درود و مهر خدمت شما دوستان و همراهان گرامی مجله تصویری قاف، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. با دفتری دیگر از قاف خدمت شما هستیم. میخوایم در ارتباط با شعر مقاومت، شعر دفاع ملی به تعبیری و مضامین و موضوعاتی در این ارتباط با شما صحبت بکنیم. اگر با یک درنگ شاهنامه فردوسی رو نخستین اثر شعر مقاومت ملی و مقاومت میهنی در زبان و ادبیات پارسی تلقی بکنیم، باید بگیم که بیش از 1000 ساله که شعر مقاومت و شعر مقاومت میهنی در این کشور پا گرفته. البته که شاهنامه حکیم فردوسی ساحت‌ها و ابعاد و جهانهای متنوع و متکثری داره. نمیتونیم صرفاً اون رو، این شاهنامه رو و این اثر عظیم جهانی رو محدود بکنیم به شعر مقاومت. اما به هر حال پایه‌گذار این نوع سخن و این نوع از میهن حرف زدن و جهانهای مربوط به حوزه‌های فرهنگی ایران رو روایت کردن، ازش سخن گفتن رو فردوسی برای ما پایه‌گذاری کرده. به همین انگیزه و به همین مناسبت این دفتر دعوت کردم از دوست قدیمی و عزیزم، شاعر پرتوان و البته شاعری که اشعار طنزشون هم خیلی جاندار و آبدار هست و احتمال قریب یقین شما تو فضای مجازی یا حتی سالهای گذشته بر صفحه تلویزیون اشعارشون رو از زبان خودشون شنیدید. دوست گرامی هم آقای سعید بیابانکی. آقا سعید خیلی خوش آمدید. سلام بر شما اکبر آقای نبوی عزیز، دوست فاضل و دانشمند و هنرمند. خوشحالم در محضر شما هستم. بزرگوارین، زنده باشید. زنده باشید. سلامت. این دو بیتی هم که خواندم براتون از یک از دفاتر شعر آقای بیابانکی بود که انشالله حالا در ادامه بحث جایی که اقتضا بکنه میدم کتاب رو به خود آقا سعید که کامل غزل رو براتون بخونم. خب آقای بیابانکی عزیز، همین چند وقت اخیر یک اتفاقی افتاد، یک واقعی در واقع رخ داد در این سرزمین و یک جنگی 2 مرتبه تحمیل شد. حالا زمانش کم بود، ادامه خواهد داشت، 2 مرتبه تعرض خواهند کرد یا نخواهند کرد. باید بگذاریم به زمان ببینیم زمان به ما چه میگوید. میخوام از سعید بیابانکی بپرسم
وقتی شنیدی اسرائیل به ایران حمله کرده تو چه موقعیتی بودی؟ چه حسی به دست داد؟ بله، جالبه که من به طرز عجیبی اصلا دور از ایران بودم. عجب. من 1 روز قبل از اینکه جنگ بشه دعوت شده بودم تاجیکستان برای شرکت در مراسم 700مین سال در واقع درگذشت حافظ. بله. و صبح 5 شنبه ساعت 7:30 صبح بود که ما رفتیم فرودگاه امام. خیلی هم شلوغ، خیلی از دوستان رو دیدیم چون شنبه روز عید قدیر بود. بله خیلی از بله. عزیزان آشناها، خیلی از دوستانی که ما رو میشناختن، هر کسی داشت به این سمتی میرفت. بله بله. این چند روز رو و صبح جمعه ما واقعا خواب بودیم. من اولین چیزی که پشتم گوشی رو چک کردم، همسرم یک پیام فرستاده بود و گفت که یه چنین اتفاقی افتاده، اسرائیل به ایران حمله کرده، خیلی از فرمانده شهید شدن و پروازها کنسل شده و شما موندید اونجا. من فکر کردم شوخی میکنه. عجب. بعد پشتم دم اصلا حیرت کردم، یعنی شوکه شدم یک جوری. یک تقریبا نیم ساعت بعد دیدیم که از سفارت هم اومدن اونجا و در حالی که داشتن اشک میریختن گفتن اینجوری شده، برنامه امروز هم کنسل شده چون برنامه عصر جمعه بود. برنامه کجا بود؟ تو سفارت برنامه بود؟ خود سفارت بود. ما هم خود سفارت مستقر بله. بودیم، در سویت های سفارت بله بودیم. بله. ببینید اولین چیزی که من فکر میکردم بهش این بود که ممکنه اصلا من ایران رو ببینم دیگه، ممکنه شاید یه شرایط باشه مثلا مملکت رو نبینم. عجب. اصلا به این فکر میکردم، مونده بودم نمیدونم چی باید چه کاری انجام بدم. هیچ کاری نمیشد کرد. به اون دوستمون گفتم خب اون برنامه که برای حافظ اجازه بدید ما به بهانه حداقل علاقه‌مندان زیادی که شما دعوت کردید رو ببینیم. گفتن خب نه، شرایطی نیست که از همون برنامه رو برگزار بکنیم. یه حسی بود که اصلا قابل وصف نیست، به قول اعراب یدرک ولا یوصف، قابل درک، قابل وصف نیست. ولی خب ما 10 روز اونجا موندیم. خیلی شرایط سختی بود بر ما چون خیلی من میخواستم برگردم ایران. حالا هم نگران کشور بودم، هم نگران دوستان، خانواده، اصلا همه چیز نگرانی اصلا قابل وصف نبود. و جالب بود عصر همون روز ما رفتیم داخل شهر و شهر دوشنبه. بله بله. و اونجا خب دوشنبه میدونید که خیلی عاشق ایرانی ها هستن. خب ما هم از قیافامون تشخیص میدن که ایرانی هستیم. گفتن شما ایرانی هستید؟ گفت ما شنیدیم کشور عزیز ما، کشور نیاکان ما در حال جنگ است، مردم کشته. شروع میکنن گریه بکنن. عجب عجب. یعنی این رو شاید 20 مورد خود من دیدم، هم مردها هم زنها. رفتیم یه جای نون بخریم در یه کوچه‌ای بود که یه 2 خانم مسن اونجا. گفت شما ایرانی هستید؟ ما شنیدیم نمیگفتن تهران، گفتن ایران سرزمین نیاکان ما، دارن موشک میزنن، مردم رو میکشن، شما خبر دار؟ و گریه میکردن. و این خیلی حداقل یه آرامشی داد به ما که چقدر مردم ما رو دوست دارن هزاران کیلومتر اون طرفتر. حس عجیب غریبی بود. من به طرز عجیبی نمیدونم تقدیر بود چی بود، به هر حال ایران نباشم. ولی خب وقتی که برگشتم یه 2 روز قبل از آتش بس بود که به هر حال به سختی به بدبختی آمدیم ترکمنستان، هوایی شهر اشخاباد. بله. بعد زمینی وارد مرز باجگیران و خراسان شدیم، اومدیم تهران. از که 20 و چند ساعت توی راه بودیم. ولی به اون عزیزان که همراه من بودن گفتم من نیت کردم به محض اینکه از این مرز که فنس کشیدن وارد مرز ایران شدم سجده کنم، خاک مملکتم رو ببوسم. و این کار رو انجام دادم و داشتم همونطور گریه میکردم که آخه چقدر خوب شد من مملکتم رو دوباره دیدم. یکم ادامه بدم بغضم میگیره، ببخشید. خب به هر حال وطن مادره دیگه. بله بله. توی شرایط خاص اگر قرار بگیرین و بیشتر میفهم. بله. این شرایطی که من درش بودم. ما خیلی وقتا احساس میکنیم که اصلا یادمون میره مام میهن رو باید دوست داشته باشیم، فراموش میکنیم انگار. انقدر غرقیم در اون، واقعا مثل خورشیدی که غرقیم در نورش. میگن کسانی یادمون که میره حضور خورشید رو. آفرین. میگن کسانی که کنار دریا زندگی میکنن از صدای امواج لذت نمیبرن دیگه. مثلا از بس تکرار میشه 24 ساعت. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. آفرین. سل المسانع رکبن تهیم و فی الفلواتی.
همینه واقعا. من توی شرایطی بودم که گاهی همینطور بی اختیار گریه میکردم، سعی کردم به رو خودم نیارم اگر از ایران کسی تماسی میگیره. خیلی خودم رو شاد نشون میدم ولی اصلا شاد نبودم، اصلا وضعیت عجیب غریبی داشتم. خب سعید بیابانکی شاعر چه نسبتی برقرار کرد با این موقعیت؟ آنچه گفتید سعید بیابانکی ایرانی دوستدار وطنه و که خبر حمله به کشورش شنیده، به مادر وطن رو شنیده و دیگه دل تو دلش نیست، دست کم برای آمدن، برای برگشتن و در متن در دامن این مادر، گرچه تاجیکستان دامن همین مادر، ادامه دامن همین مادر، بله ایران بزرگه. حالا مواجهه سعید بیابانکی شاعر با این واقعه، نه اینکه بگن حالا شعر گفتی یا نگفتی، اساسا نگاه هنری و شاعرانت به این واقعه. بلو من سعی کردم با چیزهایی که در حافظم هست و یک جوری به ایران ارتباط داره. خب ما برای حافظ رفته بودیم، حافظ دیگه بزرگترین حلقه وصل ایران هست و جهان و هر که به ایران عشق می‌ورزه. سعی کردیم با عزیزانی که همراه ما بودن، آقای دکتر محبتی، در مورد حافظ صحبت کنیم، در مورد مولوی صحبت بکنیم و ایران رو بیشتر دوست بداریم. از جمله این که چیزهایی که خیلی توی ذهنم مرور می‌کردم، هم شعرها، هم سرودها، هم تصنیف‌هایی بود که به ایران ارتباط داشت. و داشتیم در خیابان رودکی دوشنبه، خب خیابان مرکزی اونجا اسمش رودکیه دیگه، داشتیم قدم میزدیم. یکی از شاعرانی که سالها از ایران رفته اونجا و کار کرده اونجا هم به هر حال هوادار داره، ابوالقاسم لاهوتیه. یه تصنیفی ساخته ایشون، استاد شجریان خونده، حتما شما شنیدید. خب آقای افتخاری هم بعدها خوندن که اینا رو، من خواننده نیستم. یه تنیده یاد تو در تار و پودم، همین رو میخوندیم و این دوستانی که دنبال من بودن حالا یا گریه میکردن یا یک جور همراهی میکردن. این بود. بعد یکی از شعرهایی که من از زمان کودکی حساب میشه دیگه، پنجم دبستان کودکیه، مرز کودکی نوجوانی. آره شما خاطرتون از یکی از شعرهایی که توی کتاب فارسی پنجم دبستان بود، شعر آرش کمانگیر بله بود. بله آقای سیاوش کسرایی. خدا رحمتش کنه. سیاوش کسرایی، عزیزانی که آشنا هستن، خب مشهورترین کارش این آرش کمانگیری، شعر نیمایی بلنده که سرگذشت آرش چقدر هم شعر زیباست. من این رو از اون زمان ها یک بخشایش در حافظم بود، اونجا برای دوستان میخوندم. حالا و جالب خود این سیاوش کسرایی، خب دوتا تصنیف مشهورم داره، والا پیامدار محمد بله مرحوم فرهاد خونده، یا اون تصنیف که برای میدان ژاله خونده بود، ژاله خون بله اون بود. یا دو بیتی که استاد شجریان خونده، به من گفتی که دل دریا کنه دوست، این مال سیاوش کسرایی. و جالب این سیاوش کسرایی، بله اینو خیلی فکر کنم از مشیریه، ولی سیاوش یک چیزی که سیاوش داره، سیاوش کسرایی یک شعری گفته، یک مثنوی، در زمانی که غلامرضا تختی در اوج شهرتش بوده، اسم مثنوی رو میگذاره جهان پهلوان و اصلا عبارت جهان پهلوان از این شعر روی تختی اطلاق میشه. منظوری که آدم اثرگذاری بود. یه بخشایی از آرش رو اجازه دارم بخونم حتما یه تیکایشو، چون من شعر رو خیلی دوست دارم. از بر بودم یک مقداری به هر حال حافظه که تحلیل رفته. یه دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه وا کردند، کودکان از بام ها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیر مردان چشم گرداندند، دختران بفشرده گردن بندها در مشت، هم قد او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های اشک پی در پی فرود آمد. بست یک دم چشمهایش را امون و روز، خنده بر لب غرقه در رؤیا، کودکان با دیدگان خسته و پیجو در شگفت از پهلوانی ها، شعله های کوره در پرواز، باد در غوغا. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر، باز گردیدند بینشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر. آریاری جان خود در تیر کرد آتش، آریاری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها
100,000 تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیحون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردویی فرودیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران بازنامیدند. احساس میکنم که این آرش همین کاری بود که عزیزان ما داشتن انجام میدادند، همین موشک هایی که پرتاب تیرهای آرش این زمان بود. بله بله. خب اسطوره آرش اسطوره‌ایه که به نظر من بازآفرینی شد. همینطوره. بله، و اصلا همینطوره. چرا ما باید شعر به این خوبی رو از کتاب درسی حذف بکنیم؟ این دیگه نهایت بی‌ذوقیه. امیدوارم ان شاءالله سال آینده که ما داریم حرف میزنیم این باشه، بچه‌ها این رو بخونند، این نسل ما. امیدوارم. چون یک اتفاقی که متاسفانه افتاد، فقط تو برانداز عرض می‌کنم، نمی‌خوام از بحثمون دور شیم، و اون این بود که متاسفانه برخی جریانات، برخی افراد، برخی از به اصطلاح گرایشات فکری گمان بردن ایران در تقابل، ایران دوستی در تقابل با اسلامیت، در حالی که به هر حال در هم تنیده شدن. مگه میشه جدا کرد ایران از اسلام هست؟ بله اینها که به همون میزان که ایران رو یکی دوست داره، به همون میزان میتونه مسلمان خیلی معتقدی باشه، یا به اصطلاح یک ایرانی وطن پرست، همینطور یک مسلمان خیلی بی‌ذوقی‌ها. برادر جان خیلی کار دستمون داره تو بعضی موضوعات، از جمله این. من احساس میکنم یک جایی هم عرض کردم که ما درست سالها به مجموعه صدا و سیما اطلاق میکنیم رسانه ملی، ولی واقعا رسانه ملی ما شعر فارسیه. یعنی ما ملی ترین رسانه‌ای که در اختیارمون هست شعر. آفرین. از روزهای اولی که از دوره اولش، از زمان رودکی و قبل تر، همواره این رسانه اول ما بوده. چه در پاسداشت اخلاق، از همه مهمتر در پاسداشت زبان فارسی. و همینطور بیام جلوتر، الان خب ایام محرم و سفر هست، انتقال حکمت، اصلا همه معنا، همه چیز. معلومه این پس رسانه اوله، یعنی رسانه‌های بعدی پس پشت این ماجرا قرار میگیرن. اگر هم دقت کرده باشید آنچه که در این ایام به مردم روحیه میداد، خب این تصاویر به هر حال پرتاب موشک و همه اینها به هر حال خیلی غرور آفرینه، ولی پس پشت این ماجرا شعر بود، همینطوره، تصنیف بود، ترانه بود. همین سرودی که محمد نوری خونده، بعد آقای کریمی تغییرات مذهبی توش دادن و چقدر بجا خود مداحان در شب عاشورا، اصلا یک اتفاق عجیب بود. من یادم نمیاد که خود ای ایران ای مرز پرگوهر، شما بهتر از من میدونید این در زمان جنگ جهانی دوم اصلا کار شده. بله زمانی که بله ارق میهن پرستی، جناب خالقی هم آهنگ فوق العاده ساخت براش. بعد یک جای من میخوندم در تاریخ شفاهیش که وقتی این رو اولین بار اجرا میکنند به صورت زنده با ارکستر، مردم 3 بار درخواست میکنن دوباره تکرار بکنید. عجب. این چیز مثلا معمولا تکرار نمیشه برای چیزی که کسی اولین بار شنیده. دقت می‌فرمایید. یک جاهایی به نظر من این ایران دوستی، این میهن دوستی، این وطن پرستی باید در نهاد ما زنده میشد، که البته زنده بود. مثلا من تردید در این ندارم. ولی احساس می‌کنم زنده تر شد. احساس می‌کنم ما چقدر میهن رو دوست داریم. اندیشه‌های غلطی که اون تقابله رو سعی می‌کنن دامن بزنن، یعنی به وجود بیارن اندیشه غلط، کاذب و دروغین رو، که هم در میان قشری از مذهبیون افراطی بود، هم در میان قشری از روشنفکران افراطی. هر دو ایران آقای نباید با این جمع متکثر قومیتی، زبانی، فرهنگی، جغرافیایی، آیینی، این خب ما توی ایران هم مسلمان داریم، هم ارمنی داریم، هم زرتشتی داریم، کلیمی داریم، بله، هم شیعه داریم، هم سنی داریم. همه این پکیج اصطلاحاً این بسته زیباست. یعنی ببینید به نظر من آنچه که اسرائیل دنبالش بود فروپاشی این تمدن همینطوره بدون تردید. اصلا اسرائیل دنبال فرض کن شاید کشتن چند تا فرمانده نظامی نه، جنگ وجودی بود، واقعا از بین بردن این تمدن بود. یک جایی من عرض کردم ایران خوب نزدیک چه میدونم چند هزار سال تمدن داره. خود قاره امریکا نزدیک 350 سال کشف شده اصلا. اسرائیل که به قول دوست عزیزم میگه اسرائیل اصلا کشور نیست، یه پادگان نظامیه یک جایی، به هر حال همه اونجا نظامی هستند.
خب ببینید خیلی یکی میگفت کبریت توکلی عمرش بیشتر از اسرائیل. آفرین، همینه. خیلی از عزیزانی که الان توی کشور ما پیشکسوتن میگفتن عمرشون از عمر اسرائیل بزرگتره، به شوخی میگفتن. بله. خب خدمت شما که یک اتفاقی، حالا این شعر به اصطلاح چیزی اشاره فرمودی که مرحوم نوری خونده، من دیدم که بعضیا چیز کردن که خب یک مرجع دینی در شب عاشورا به مداح گفت ای ایران بخوان. بله. داشتم فکر میکردم که به اصطلاح این امضای به اصطلاح محبت زاید الوصف نسبت به ایران در شب عاشورا بر سر و سینه بزنیم، از ایران بگیم. این که خیلی تازگی داره. من دیدم اتفاقا آقا سعید دیدم در گذشته تاریخی این کشور، من خاطرم هست در گذشته تاریخی این کشور مراجع بزرگ و علمای دینی بزرگی بودن. شما برین به دوره هولاکو، خواجه نصیرالدین طوسی، منجم، ریاضیدان، مهندس و اینا هست، اما یک عالم دینی بسیار بزرگیه. پای ایران می ایسته. این چیزا رو در واقع سعی میکنه هولاکو رو بیاره پای دفاع از موجودیت و تمامیت ارضی ایران. هولاکو خب نوه چنگیزه. میای جلوتر ملا احمد نراقی در دوره به اصطلاح چیز فتوای جهاد میده در ارتباط با جنگ‌های ایران و روس. شیخ عبدالحسین خان لاری تو لارستان که اصلا یک چیز شگفتی بوده. همینطور دیدم خب ما که خیلی ادعای دینمون میشه بد فهمیدیم، ما که میگم منظورم اونایی که باید. یک اتفاقی آقای بیابانک عزیز افتاد این مدت در یک زمان بسیار کوتاه این به اصطلاح ملت کاملا جمع شد، با همدیگه در هم پیوست. شما تصور میکردین همچین با توجه به این واگرایی هایی که تا این چند سال گذشته دیده بودیم؟ یعنی نه من نه خیلی های دیگه کسی اصلا چنین تصوری نداشت. حالا خود اسرائیل هم به نظرم به قول معروف این حساب کرده بود دیگه که ما حمله میکنیم، مردم هم که از جمهوری اسلامی حالات ناراضیان، ناراحتن، میریزن در و دیوار رو آتش میزنن، به هر حال معترض میشن، این نیروها با هم گرا میشن و تموم میشه دیگه، ایران تموم میشه میره. ولی به نظر من دم مردم گرم. مثلا بعضی وقت تا این استوری های مردم رو میدم در اینستاگرام. خوشبختانه در تاجیکستان ما هم اینترنت داشتیم، هم بدون فیلتر بود و سرعت هم بالا بود، همه چیز رو رصد می‌کردیم. بله. اصلا گریه می‌گرفت. یه آقایی نوشته بود که من مثلا در فلان شهر یه خونه‌ای دارم، یه اتاق داره، 2 نفر میتونن توش باشن. این شماره منه، هر کسی من تماس میگیره. یکی گفته بود آقا من مثلا تعویض روغنی هم در جاده فلان، اگر گیر کرد به من زنگ بزن. خیلی عجیب بود این. یعنی عجیب هم از مردم ایران البته نیست، بارها این اتفاق افتاد. ببین در زمان جنگ اینها فراوان بود. یک سالهایی که مثلا در زلزله بم که خیلی وحشتناک بود، برها مثلا در سیلی که در خوزستان اتفاق افتاد یا زلزله‌ای که در کرمانشاه بود، اینها رو ما دیدیم. ولی فکر میکنم این دفعه خیلی فرق میکرد. این از جنس دیگری بود، از یه جنس عجیبی بود و یک جمله بگیم دم مردم گرم. واقعا چیز بیراهی نگفتیم. واقعا این مردم، یه عزیزم گفت این مردم چه باید بکنند برای جمهوری اسلامی که تا به حال نکردند. یعنی این مردم شأنشون خیلی خیلی بالاتر از این هاست. یک دوستی روزی که صدا و سیما رو ساختمان شیشه‌ای زدند، من اتفاقا هم تاجیکستان بودم، توی پارک بودیم با دوستان. وقتی فیلمش رو دیدم مثلا اعصابم خورد شد. گفتم ما کلی اینجا خاطره داریم، ما کلی، من هر هفته رادیو بودم این کنار، اصلا چجوری میتونم برم ببینم اینجا رو دیگه؟ اصلا کجای جهان رسانه رو زدند؟ همچین چیز ما نداریم که. و میگفت که یه عزیز اونجا بود از اینایی که معترض بود، میگفت از همین رسانه بارها امثال من ببخشید تحقیر شدیم. ما رو خس و خاشاک خوندن، ما رو اغتشاشگر خوندن، ما رو گفتن فتنه‌گریم، ما رو نمیدونم گفتن آشوبگریم از همین رسانه. ولی من یکی الان دلم سوخت، یه دفعه احساس کردم ای کاش این بود و هنوز ما رو این صدا میزد. عجب. خب این حس عجیبیه، این حرف عجیبی از یکی آدمی که معترض بود، اصلا زاویه‌اش اصلا با همه چیز اونجا. یک نیروی همگرایی، این نیرو هست که توی فیزیک هر یکی یه جایی میره بعد یک جایی همگرا میشه، در یک راستا میشه.
این هم راستایی، این هم بستگی بسیار چیز ارزشمندیه و یادمون نره خیلی هم شکننده است در عین حال. بله. کافیه با یک کلمه، با یک حرف غلط، یک موضع ناصحیح و ناصواب این از هم بپاشه، یا اصرار بر همون مرزبندی‌های دروغینی که قبلا داشتیم. واقعا اون مرزبندی‌ها رو باید یک بار برای همیشه کنار بگذاری. آره. آقای مدیری توی فیلماش بود، نمیدونم چی بود، حالا این جمله رو به طنز میگفت، خیلی جمله تلخیه، میگفت یادمون باشه که در تاریخ کلمه ها بیشتر از گلوله ها آدم کشتند. بله. با یک کلمه شما میتونی یک مملکت رو از بین ببری، نابود بکنی. امام حسین سر یک کلمه نگفت و خودش و اصحاب شهید شدن. میتونست یه آری بگه ولی نگفت. مراقب کلمات باشیم. همین الانم که من دارم با دوربین حرف میزنم خیلی تلاش میکنم مراقبت بکنم از کلام. خب آقای بیابان کیزی، بیام سر شعر مقاومت. حتما. جنگ تحمیلی 8 سال، حالا درازای شعر مقاومت تو این کشور رو منطقاً با توجه به زمان اندک برنامه باید ازش صرف نظر بکنیم. جنگ تحمیلی 8 سال حزب بعث به ایران خب یک جریان شعری پدید آورد. چون خیلی هم نزدیک بود با انقلاب، پیروزی انقلاب. در واقع اساساً شعر انقلاب هم در شعر دفاع مقدس بیشتر خودش رو تجلی داد به تعبیری. خب گونه‌های متنوع متکثری هم ما از به اصطلاح تو حوزه شعر داشتیم که اگر بخوام من شخصا یه طبقه بندی کلی بکنم میگم شعر حماسی داشتیم، شعر اجتماعی داشتیم. تو شعر اجتماعی نقد بوده، اعتراض بوده. مثلا سلمان هراتی خدا رحمتش کنه شعر اعتراضی داره، فرض بفرم تو کتاب آسمان سبزش. و همینطور شعر انسان شناسانه داشتیم. فکر میکنید این 12 روزه چه نوع شعری از مقاومت رو میتونه به اصطلاح ما میتونیم چشم انتظار داشته باشیم که بخوانیم یا منتظر باشیم که با یک جریان جدیدی از شعر مقاومت روبرو باشیم؟ آیا جنسش ممکنه فرق بکنه با جنس شعر مقاومت اون دوره؟ حتما فرق میکنه. ببینید آنچه که در جنگ همواره اتفاق میفته، در جنگ های خب صدر اسلام هم بوده، در عاشورا هم بوده، یعنی کسانی که میخواستن برن به میدان رجز می‌کردن دیگه. الا و ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، رجز مشهور حضرت ابوالفضل هست و رجزهای مشهور. وقتی که جنگ اتفاق میفته طبیعتا من عرض کردم همون شعری که باید بنامیم واقعا رسانه ملی یک جورایی پیش گام و خط مقدمه، انگار یک جور خودش لشکره، یک جور پیاده نظامه. ولی باید قبول کرد که در جنگ ما بیش از هر چیز به رجز نیاز داریم، به حماسه نیاز داریم، منهای بخش عاطفی که همواره باید باشه. چیزی که به هر حال باید روحی بخشی بکنه به کسانی که دارن می جنگند، این که من عاشق شما هستم و من شما رو دوست دارم و دلم برات تنگ شده، این خیلی شاید تو اون لحظه روی اون اثر نمیگذاره. ولی ببینید من یک شعری هست از قادر طهماسبی فرید که اینو فکر میکنم من 19 سالم بود شنیده بودم. ایشون خب اصفهان زندگی میکرد، خیلی هم شهرت داشت در زمان جنگ. الان حالش خوبه قادر؟ خبر داری؟ من آقای فرید رو پارسال دیدمش، خوبه خداش. ولی خب خیلی ایشون شاعر خوبیه. بله. میگفت خشم ما چونان سپند در شرار افتاده است، یا که طوفان به دشت کارزار افتاده است. نیست ما را باکی از تهدید جنگ افزارها، که این سلاح کهنه نیرنگ ز کار افتاده است. زرد رویی را به نام ارغوان سر بشکنید، که این زمان این سکه از اعتبار افتاده است. اشتیاق ما و آغوش شهادت این زمان، طفل از پستان ما در برکنار افتاده است. اشک خون آلود من در کوچ سرخ لاله ها، شبنم سرخ به دامان مزار افتاده است. خب ببینید این یک شعر حماسی مهیجه. بله. چند سال از سرودن این شعر میگذره، بگم این شعر فکر کنم سال مثلا 61 2 اینها من این رو شنیدم. چه تصاویری. آره. یا اون بخوان حماسه که از دل قرار برگردد، سفیر سوختم را شعار برگردد.
صراحتم به سخن. بله یادم رفته بعد یک بیتیش اینجاست که سنان ببارد اگر بر عمود قامت ما، گمان مبر به یمین و یسار برگردد. از این مبارزه بی فتح بر نمی گردیم، مگر که مرکب ما بی سوار برگردد. شعر معروف زمان جنگ. اینقدر من این شعر رو توی این ایام خوندم احساس می‌کنم یک بازگشتی کردیم به زمان جنگ. ولی میگم رجز و بعد حماسی خیلی مهمه. طبیعتاً شما وقتی رجز خوانی میکنی حتما شعار هم میدی دیگه. شعار لازم است دیگه. چون یک جورهای الان به قول معروف تاریخ مصرف داره، اکسپایر میشه، ولی خب اثرش رو خواهد گذاشت. کما اینکه خیلی از شعرهایی که در زمان جنگ سروده شده از یاد رفته الان، درست، چون شعاره، ولی اونهایی که جوهره شعر درش هست مونده. بله. شعری برای جنگ قیصر همینپور که برای دسپول گفته توی اون کتاب تنفس صبح هست، هنوز همون رو میشه خوند. ولی یک چیزی که به نظر من در زمان جنگ 8 سال جنگ دفاع مقدس کم بود، نمیگم نبود ولی کم بود، همین ارق میهن دوستی و میهن پرستی و وطن دوستی بود. این احساس میکنم تو این جنگ 12 روزه خیلی خیلی پررنگ شد بیش از اندازه. اصلا ما به یک مفهوم تازه از ملت رسیدیم، به یک مفهوم تازه از ایران، میهن و وطن رسیدیم. این مفاهیم خب مفاهیم خب از بعد از شاهنامه که هست دیگه، این مفاهیم معمولا تکرار نشده چون دوره عرفان اسلامی شروع میشه و اینها میاد تا مشروطه. درسته. توی مشروطه مجددا اوج میگیره. درسته. اصلا کلماتی به نام مفاهیم به نام میهن، به نام وطن و به نام ایران، اینها مجددا احیا میشه. به نظر من یک احیا مجددی الان اتفاق افتاده و ای کاش که حفظ بشه. یه چیزی خوندم این چند روز گذشته، شاید یکی 2 روز پیش بود، از برژینسکی. خب برژینسکی که آدم بزرگیه در سیاست بین المللی امریکا. درسته. خیلی بزرگه، برای مشاور امنیت ملی دولت کارتر هم بود. بله. ایران هم ایشون اومد. درسته. بله. نه ایران نیومد، یک شاید پیش از انقلاب اومده باشه. پیش از انقلاب شاید اومده باشه، اما یک از دلایلی که دولت موقت دچار چیز شد این بود که فکر کنم دکتر یزدی یا چند تن دیگر در سوریه با ایشون دیداری داشتن زمانی که دولت موقت، اگر حافظم درست یاری کنم، من حافظم مثل شما نیست. یه جمله ازش خوندم این چند روز گذشته، خیلی جمله شگفتی بود و البته از برژینسکی برمی آمد یه همچین نگاه آینده نگرانه و راهبردی داشته باشه. که اگر ملیگرایی با اسلامگرایی در هم به اصطلاح تنیده بشه و بیامیزه، ما مشکل پیدا میکنیم. عجب. بله. در واقع داره هشدار میده باید جلوشو بگیریم، اگر جدا بکنیم از هم. بله. این تقابل رو باید دامن بزنیم، تقابل مصنوعی رو باید دامن بزنیم. خیلی عجیب بود برای من و فکر میکنم یا 2003 گفته بود، حالا دوستان اینجا هستن اگر یک چیز بکنن کمک بکنن از اینترنت، یا 2003 به هر حال کمی بیشتر از 10 سال پیش این حرف، این به اصطلاح هشدار رو داده بود. خب برژینسکی هم فوت کرد دیگه چند سال پیش اگه اشتباه نکنم. خب این خیلی اهمیت داره. شاید یک از چیزایی که به هر حال کمک بکنه به این که همین نکته که شما فرمودید روز به روز کم رنگ و کم رنگ تر بشه، این حرکت آیت الله خامنه‌ای بود شب عاشورا. من عرض کردم جدید نیست، ای ایرانو بخون، که به آقای کریمی گفتن ای ایران بخوان. شب عاشوراست. آقای بیامانکی اگر یک به اصطلاح شرایط یک عزاداری مثلا یک از امامان دیگه بود، برخلاف عاشورا یک رنگ و بویی داره تو فرهنگ ایرانی، چون امتداد تاریخی سیاوشخانی هست دیگه. حداقل بهترین گزینه بود که 12 بند محتشم رو بگم بخونید. آقا دیگه یه ابرشعر عاشورایی، ابرشعر عاشورایی. آره. یا حداقل مثلا یه تیکایی از عمان مثلا، عمان سامانی، جنجالات اسرار مثلا. بله. اولین چیزی که تو جنگ برای انسان مسئله میشه جناب آقای بیابانکی عزیز، چه کسی که در معرکه نبرده، چه شهروند عادی،
مرگه. چون جنگ فاصله بین مرگ و زندگی رو به شدت کم میکنه. بله. اصلا همین توی جنگ اخیر معلوم نبود بله. ما 1 دقیقه بعد هستیم یا نیستیم. بله. اتفاقا به دوستان گفتم خیلی هم جنگ نابرابر و نامردیه و ناجوان مردانه است. چون حالا حداقل در زمان جنگ وقتی که هواپیمایی از سمت عراق می اومد یا آژیری بود، ما به هر حال یه پدافند داشتیم، آژیر، آقا میرفتیم پناهگاه، متوجه می شدیم. اصلا معلوم بود زمانی که جنگ شرح شروع شده بود، خب ما موقع اصفهان زندگی می‌کردیم، این صدام هر شب مثلا رأس ساعت 9 شب میاد اصفهان رو می‌زد. سهمیه داشت. آره. معلوم بود اصلا مردم میرفتن بیرون، میرفتن از خارج، میرفتن تو کوه صوفه این طرف اون طرف، کوه سید محمد سده معمی اومدن و بعد 12 شب برمیگشتن خونه‌شون. عادت کرده بود. بله. یک شب خاطرم هست که یک بار 9 صبح اومد، 9 شب اومد، یک بار 4 صبح و اصفهانی‌ها میگفتن خیلی نامردی کرد این دفعه دیگه واقعا این ناجوان مردانه بود. یک بار یادم من از اتاق خونم اومدم بیرون، مثلا که میگم مال تقریبا اواخر جنگ دیگه، مثلا 1 سال مونده، در اتاقو که باز کردم احساس کردم که 2 تا خلبان عراق دارم میان توی اتاق، اینقدر نزدیک بودن. عجب. یعنی پشت بام دمشون 2 نفر بودن، اینجوری هم گذاشتم دارم چشماشون، این بازی ها، این فیلم عقاب ها، و دویدم توی اتاق. مادرم گفت چی شد؟ گفتم نمیدونم، فکرم یه هواپیما میاد داخل. گفت نه خواب دیدی. گفتم نه از خواب چه خواب، من دیدمشون آخه. بعد اون موقع ما میرفتیم سر کار با اخوی ها، میرفتیم سنگبری ما روبروی پالایشگاه اصفهان بود. ما توی مسیر که رفتیم دیدیم تو این فاصله اون اینها اومدن پالایشگاه اصفهان رو بمباران کردن و برگشتن. چندین بار اومده بودن و موفق نشده بودن، چون پالایشگاه اصفهان بین 2 تا کوهه، یک جوری ساخته شده که هواپیما باید پایین از وسط کوه بیاد بزنه بره، از اتفاق نمیتونست، پدافند میزدش. و اینقدر تو عمرم وحشت نکرده بودم، یعنی یک لحظه اسکان اما چرخ هواپیما میخوره توی پشتون خونه. خب اون خیلی جوان مردانه است دیگه. ولی جنگ اخیر معلوم نبود چون از کجا داره میاد اصلا موشک هواپیما مثلا با عوامل ریز پرداز داخل خارجه، هیچ چیز معلوم نبود. جنگ عجیب غریب بود، خیلی ناجوان، مثل حوادث تروریستی که شما تو خیابونی یه بمب منفجر میشه. تو دهه 60 یادمونه دیگه، 60 یادمونه دیگه. بله واقعا جنگ نیست، ناجوان مردی هرچی باشه. خب اشاره میکردید که این مقطع شعر مقاومت رنگ و بوش بیشتر وطنگرایانه میشه. بله توی این ایام همینطور. توی زمان دفاع مقدس خب این شکل از جنگ و این شکل از ادبیات و شعر که توی ادبیات ما واقعا سابقه نداشت. یعنی همه چیزها به نظر ما برای ما تازگی داشت و خیلی از شاعرانی که من خودم اصلا توی جنگ شاعر شدم آقای نبوی. عجب. یعنی اصلا مضمونی به جز جنگ به ذهن شما اصلا خطور نمیکرد. یه چیزی هست، جمله‌ای هست میگه که جنگ، میگه شعر سفارش جامعه به شاعره، نه سفارش شاعر به جامعه. من نمیتونم چیز به جامعه سفارش بدم. انگار در جامعه جنگ 8 ساله جامعه به شما شعر سفارش میداد و اولین مضمون هم این بود. کسی دنبال حرف عاشقانه و شعر عاشقانه و چه میدونم حتی شعر عرفانی و حتی مثلا شعر مذهبی و آیینی که مردم گریه کنن به این غلظت هم اصلا این به ذهن شما نمیخورد. به نظر من توی این ایام هم اولین مضمونی که به ذهن شما میومد ایران بود، میهن بود، وطن بود. ما الا ماشاءالله برای شهدا شعر خوب دوستان سرودن و هست یکی از یکی بهتر، ولی این مفهوم مغفول به نظرم احیا شد و چه مبارک اتفاقی واقعا. حالا همون تقسیم بندی که من عرض کردم قبول دارید؟ حماسی، اجتماعی، انسان شناسانه توی زمان جنگ شما میفرمایید. بله اون شعر مقاومت اون دوره. بله فکر این اگر اون قبول دارید فکر کنم این دوره ممکن اتفاق بیفته. یعنی ما هم شعر حماسی داشته باشیم برای این مقاومت 12 روز که البته حالا معلوم نیست 2 مرتبه دیوانگی بکنه و هم به صورت بده ان شاء الله. هم حماسی خواهیم داشت فکر می‌کنید، هم اجتماعی، هم به اصطلاح انسان شناسانه، یا نه اساسا این تقسیم بندی دیگه نمیتونه
بروز داشته باشه، یه تقسیم بندی دیگه. به نظر من یک تقسیم بندی دیگری الان اتفاق میفته که یک بخش عمده ای از این شعر رو همون شعر ملی میهنی داره الان در بر میگیره. کما اینکه خیلی از شاعرانی که خب به هر حال به شاعران در جبهه اصولگرایی تقسیم میشند هم الان این رو تایید میکنم. من آثار خیلی خوبی ازش رو شنیدم. اخیراً یک شعری از آقای مؤدب شنیدم در وصف تهران عجب. که میگه اصلا ما یادمون رفته زیبایی های تهران رو، ولی وقتی خراب شد انگار یادمون اومد. ما بارها مثلا این ساختمان شیشه دیده بودیم. من این محل کارم نزدیک پلیس فتاست دیگه، رد میشم از جلوش اصلا یک جوری میشم ساختمان کلا ویرانه. یا اون حمله وحشیانه که به میدان تجریش شده، ما اون بازارش چقدر خاطره داریم. همه مردم ایران هر کسی بیاد حتما میره بازار تجریش سری بزنه دیگه. میگه ما این زیبایی ها رو یادمون رفت و انسان وقتی قدر یک چیزی رو میدونه که از دستش بده یا در آستانه از دست دادنش باشه. به نظر من جنگ 12 روزه این رو به مردم حداقل یادآوری کرد و به شعر یادآوری کرد. معتقدم که اون بخش حماسی و بخش رجزخوانی و بخش اجتماعی و اجتماعی انسانی فکر میکنم که شاید در آینده اتفاق بیفته. چیزی است که شما خودت به هر حال استاد سینمایی، خواهش می‌کنم، فیلم هایی که در زمان جنگ برای سینما ساخته میشد خیلیش الان دیگه قابل دیدن نیست. دقت کردید؟ چون مخصوص اون زمانه. فیلم بلمی به سوی ساحل آقای ملا قلی پور که دو تا بسیجی میرفتن همه لشکر صدام رو خل سلاح میگردن برمیگشتن، خیلی کیف میکردن مردم. مثلا چقدر آدمای شجاعی هستیم. ساخته تخیل بود دیگه. ولی به تدریج فرض کنید که آقای حاتمی کیا دوربین رو برد در شهر دیگه، جنگی تنگ تمام شده بود و زندگی مردم رو به تصویر کشید. به نظر من شعر یک چنین اتفاقی براش خواهد افتاد. آخه سینمای انسان شناسانه دفاع مقدس اتفاقا در متن جنگ متولد شد. درسته. با فیلم پرواز در شب رسول ملا قلی پور. بله. هم فیلم حماسیه، هم یک امتداد تاریخی داره پیدا میکنه با کربلا. همون جاست که تیربارون میکنن چیزی دیگه. مثلا یه تمثیلی از آب آوردن حضرت عباس به تعبیری. و فوق العاده هنوزم مرحوم سلحشور بازی کرد. مرحوم سلحشور بازی می‌کرد. حالا گردان کمیل و اون مظلومیت و تنهاییاشون و این که اصلا اونجا کانال کمیل خودش چه مفهومی رو داره تو فیلم نمایندگی میکنه رو بحث بزنیم. ولی فیلم هایی که الان بعضی از فیلم هایی که بعد از جنگ برای جنگ ساخته شده دیگه فیلم های پس از جنگ برای جنگ، بیشتر سینمای اجتماعی مثلا اوجش فرض کن از کرخ تاران. از کرخ تار کلا اصلا آثار آقای حاتمی که بیشتر حال هواش اینه دیگه بعد از جنگ. یا حتی اجتماعی اعتراضی مثل آژانس مثلا. آفرین، آژانس شیشه. شما معتقدید این 12 روزه شعر اجتماعیش بعدها یواش یواش فکر می‌کنم بعداً اتفاق میفته. یعنی الان ما تو بطن ماجرایم، هنوز داغیم، گرمیم. به هر حال باید ما شعر حماسی و میهنی بسراییم. اینها بعد اتفاق میفته. بخش داستانی که به نظرم هنوز اتفاق نیفتاده اصلا. چون ادبیات داستانی معمولا از شعر عقب‌تره. همینطوره. ممکنه اصلا 50 سال بعد اتفاق بیفته. کما اینکه جنگ و صلح تولستوی چند سال بعد. به ویژه رمان زمان طولانی میخواد. خیلی اتفاق میفته. یه صحبتی امروز دیدم از آقای سیروس مقدم در مورد پای تخت صحبت کرد. منم خوندم. گفته بود که شما توی اونجا میگید که موبایل ها رو جمع کنید، ممکنه دارن الان ما رو شناسایی میکنن. توی همین سری پای تخت 7. و گفته بود که این خب به هر حال خلاقیت نویسنده است و ما خیلی از چیزها رو سعی میکنیم. و گفته بود ممکنه که پای تخت 8 اگر در کار باشد ما به حمله اسرائیل به ایران بپردازیم. نشون میده که ببینید شاخک های حسی و عاطفی هنرمندها تیزتر از یکی از نکات بسیار مهم شعر پایداری ملی یا دفاع 8 ساله این بود که مکانها کمتر مرکز توجه شاعرن. خیلی کمن کسانی که از جنس قیصر خواستم شعری برای جنگ بگویم، برای دستفول گفته کسا میگه برای شهرم دستفول. یا مثلا فرض فرمایید غزل معروف دوست مشترکمون پرویز بیگی حیوابادی، یاران چه غریبانه. خب پرویز میگه من تو خرابه‌های خرمشهر رفته بودیم.
اما خرمشهر خیلی نمود نداره به عنوان شهر. کمن شاعرانی که مکان جغرافیایی براشون به اصطلاح در سرودن شعر خیلی نقش آفرین بوده، تجلی کرده، ممکن تأثیر گرفته. کمان که سینمامون هم متاسفانه کمتر جغرافیا داره. سینمای دفاع مقدس رو عرض میکنم، درسته. برخلاف سینمای هالیوود که حتما تاکید دارن جغرافیا داشته باشه. درسته. ولی سینمای دفاع مقدس ما کمتر، شاید خیلی کم جغرافیا داره. به همین نسبت شعر جنگمونم جغرافیا درش کمه. آیا فکر میکنید این جنگ 12 روزه مکان و جغرافیا اهمیت پیدا میکنه؟ 100%. چون خب بزرگترین جغرافیایی که توی جنگ اخیر آسیب دید خب پایتخت بود دیگه، تهران بود. خب خیلی شهر آسیب دیدن. اصفهان ما که به هر حال به 2 تا از مراکز هسته‌ایش حمله کردن، خیلی جاها، تبریز همینطور، از همه جا بود. ولی خب تهران مرکز حمله اسرائیل بود. توی جنگ 8 ساله خب ما به هر حال جنگ کلاسیک بود دیگه، یک جورای جنگ زمینی بود، این روی زمینی بود، اینقدر اصلا تجهیزات پیشرفته وجود نداشت. من خاطرم از اولین باری که یک هواپیمای جنگی رو در آسمان اصفهان زدند، مردم نمیدونستن چیه این، یه چیز از زمین رفت توی هوا. ساعت 10 یا 11 صبح بود، چون از این موشک‌های زمین به هوا ایران تازه در اختیارش قرار داده بود. نمیدونم از کجا خریده بود، نمیدادن، خب تسلیحات نمیدادن، تحریم بود. بله آره، یه موشک از این طرف رفت، یکی از اون طرف. هم نگاه می‌کردن چیه، به هر حال داشتن قلق گیری می‌کردن. معمولا با 3 تا تیر قلق می‌گیرن. موشک سوم هواپیما رو در آسمان منفجر کرد و خیلی در ارتفاع بالا بود. من گفتم چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ بعد فهمیدن که اولین باری که اصلا ایران تونست از این تسلیحات استفاده کنه اون بود. ولی فکر میکنم که شهرها خیلی به غیر از شهرهای مرزی خیلی درگیر جنگ نبودن. جنگ‌های شهرها که اصلا آخرای جنگ بود. ولی اینجا که اصلا تنها جایی که اتفاقا درگیر نبود، فکر کنم مرزها بودن بیشتر. جنگ با جنگ همش جنگ شهری بود. آره جنگ شهری بود و پایتخت. ما مرزی نداشتیم با اسرائیل. بله و پایتخت بود و فکر میکنم هنوز ناگفته ها در شعر هنوز گفته نشده. حالا این جغرافیا به نظرت چجوری میتونه بیاد؟ چون به هر وقتی جغرافیا میاد شاید خود متکلفانه بشه شعر، شاید، نمیدونم. چون به هر حال محدودیت زبانی و خیالی برای شاعر ایجاد نمیکنه جغرافیا که بیاد. نمونهشون شعری است که آقای مؤدب رو تهران گفته، خیلی هم شعر خوبیه. من ندارم اینجا ولی خب شما پیدا کنید بعد بخونید. پریروزی جایی شب شعر بود در همین تهران جنگ بود. باریکالله. این فیلم روم شهر بی‌دفاع هست، یه چنین حس حالی داشت. من یه شعر چند سال پیش گفتم برای ایرانه، ولی این روزها خیلی این رو با خودم تکرار کردم. ایراد نداره چند بیتشو بخونم برای شما، بینندگان لذت میبریم. اختیار داریم. خدمتتون عرض بکنم که من راستش پریشب با آقای دکتر مهاجرانی داشتم توی واتساپ صحبت میکردم. شب عاشورا بود، یه شعری هست، شعر عاشورایی براش فرستادم و ایشون گفته که الان وقت این شعر نیست. حالا شعر عاشورایی شعر انتقادی بود، حتما شما شنیدید که میگه حسین سینه زن راه زن نمیخواهد. بله. یه الان وقت این شعر نیست، وسط عروسی کسی نوحه نمیخواند، وقت همان سرود ای ایران است. بعد من این شعر رو براش فرستادم، خیلی ایشون ابراز لطف کرد. یه میهنم ای موتن مردان نامی را، با تو ام ای سرزمین راست قامت ها، سربلند از خوان آتش سر برآوردی، خم به ابرویت نیامد از ملامت ها. میهنم در قحط سال ناسپاسی ها، من تو را چون عطر باران دوست خواهم داشت، تا بروید دستهای دیگری از من، دستهای عاشقم را در تو خواهم کاشت. میهنم ای سرزمین آسمان مردان، ای که با خون یلان سرخ است تقویمت، قلب من
بی رشته و زنجیر پابندت، جان من بی منت و بی مزد تقدیمت. آفرین آفرین. پا به پایت داس و خرمنکوب خواهم شد، داشت را برداشت را وقف تو خواهم کرد. آفرین. هرچه خواهم خواند را پای تو خواهم ریخت، هرچه خواهم کاشت را وقف تو خواهم کرد. میهنم از چار سوی این جهان چندیست، نارفیقان بر تو سنگ کینه میبارند. مادر اسطوره‌ای هر جای این دنیا، مردمانت عاشقانه دوستت دارند. آفرین آفرین. آقا شعر مال 10 سال پیشه. آفرین. یعنی تازه آره من احساس میکنم خیلی اصلا به فضای این روزها نزدیکه. آفرین. من یک چیزی بگم آقای نبوی. ببینید دوره‌ای که این اختلافات سیاسی خیلی غلیظ بود در این کشور. بله متاسفانه. جنگ اصلاح طلب و اصولگرا اوجش از 76 دقیقاً شروع شد، به هر حال صفکشی ناطق و خاتم. بله. همطور ادامه پیدا کرد و این دو قطبی کاذب در کشور شکل گرفت. وقتی دو قطبی بد نیست و برای انتخابات چیز خوبیه، یعنی به شور سیاسی منجر میشه. دو قطبی هایی که میان شهرها هست، میان حتی مذاهب هست، میان شیعه و سنی بله. هست. به نظر من اینها دورش تمام شده. یعنی الان ایران وارد یک مرحله حساسی شده. خود آقای دکتر مهاجرانی، من یه خاطره بگم اینجا. من یک سالها پیش، بله. مثلا بگم 20 سال پیش، در ایام عاشورا در یک مجلسی بود در سده اصفهان، در منزل استادم، استاد خواسته، میرفتم مقتل خوانی میکردم. متنی رو دوستان مینوشتن با استفاده از مقاتل مهم، با شعر حافظ، سعدی، فردوسی، مولانا تلفیق میکردن. من این رو میخوندم و مردم زار زار گریه میکردن، یعنی با یک متن ادبی خیلی ساده. یک شبی خاطرم هست که بعد از اینکه تمام شد ماجرا، من منابع مقاتل رو گفتم ما از اینها استفاده کردیم، هم از لحوف استفاده کردیم، هم از امام حسین دکتر شهیدی استفاده کردیم. منابع رو خوندم، زیاد بود، 10 تا هم بله. از جمله خب 2 تا از این منابع، یکی عصر عاشورا بود، عصر عاشورای خدمتتون عرض بکنم آقای دکتر مهاجرانی. بله. و پیام آور عاشورا که در حضرت زینب هر دو کتاب کتابای خوب تاریخی. بله بله بله. از این و اینها نوشته آقای دکتر مهاجرانی. قلم آقای مهاجرانی بسیار شیوا و شیرینه. ولی اون سالها آقای مهاجرانی مغضوب بود. و جالبه که من به خاطر اینکه در اون مقتل نام ایشان رو آوردم، 5 سال در همین رسانه ملی عزیز که ساختمان شیشه از بین رفته، ممنوع تصویر شدم که چرا از آقای مهاجرانی چرا اسم ایشون رو بردید. گفتم آقا من دارم یک متن تاریخی میخونم، من باید اعلام بکنم. و الان ببینید جایی ما هستیم که بعد از 25 سال آقای مهاجرانی دعوت میشه به تلویزیون و چقدر زیبا دفاع میکنه از ایران. بله. اصلا اونجا هم که از همینطوره. بله. خب ببینید این خیلی چیز مبارکی، چیز خوبیه. من که این رو به فال نیک میگیرم. یا اون متنی که آقای دکتر سروش اصلا نوشت، بله حیرت انگیز بله. بود. همه تعجب کردن. بله. اصلا بله. و خیلی های دیگه. اصلا آقای سروش تو این 1 سال اندی گذشته در مورد غزه هم مواضعش خیلی انسانی و خیلی چیز بود، یعنی از انسانیت به محکم داره دفاع میکنه. خب خیلی مهمه. بله. این از انسانیت، بله. از ایران و از وطن. ای کاش شرایط باشه که این دو قطبی های کاذبی که بعضی وقتا هم میگم چیزای بدی هم نیست، البته نه ببین تو رقابت های انتخاباتی، ولی بعد ما تمام شدن تنور انتخابات ابنت، ولی بعد باید تمام اما قرار نیست بیاد تو پیکری زیست و به اصطلاح زندگی جمعی ما که ما مهمانی‌های خانوادگی هم به هم بزنیم به خاطرش. آقا چون ایشونه من نمیام، اگه فلانی باشه من نیستم. خیلی چیزای خطرناکیه. بعد حتی بدتر بعضی از محرومیت‌های اجتماعی رو ایجاد کنیم برای کسی که مخالف نگاه ماست. ایجاد شده اتفاقا. عزیزم من 1 سال در این همین شورای شعر صدا و سیما عضو بودم، چندین سال. خوردیم به سال فکر میکنم 88. خوردیم به سال 88 و بعد اعضا رو برای اعضا دیگر رو من جو خاطرم نیست کی بود. حالا این تیکر رو میخواید پخش نکنید. نه مشکل نیست. آره
و ایشون اولین کاری که کرد گفت آقا برید ببینید کیا به آقای مهندس موسوی رأی دادن، اصلا بیانیه دادن، حمایت کردن ازشون. اینها بودن، همونها رو گفت و اینا دیگه از فردا نیان. خب یعنی چی؟ الان به نظر این دو قطبی تمام شده و ما یک قطب بیشتر نداریم، اونم ایرانه. اونم ایرانه. یک قطبم که به هر حال اصلا مرزبند دیگه. بعد آفرین مرزبندی باید ایران دوست و دشمن باشه. آفرین. هیچ مرز هر دیگه کسی از این دایره بیرونه دیگه دشمن ایران رو دوست نداره. چه شناسنامه‌اش ایرانی باشه چه شناسنامه‌اش آمریکایی باشه. به نظر من اینها باید تمام بشه. ای کاش قوه عاقله‌ای باشد در این کشور که حتما هست در سطح تصمیم گیری کلان که همه عاشقان ایران رو جمع کنه دور هم. یعنی من از قاب تلویزیون آدم‌هایی رو ببینم که سال‌هاست محروم بودن، سال‌هاست به خاطر چه می‌دونم جبهه فکری متفاوت همین یا خود طرف نیومده یا تلویزیون نذاشته بیاد. بله. برای خود طرف هم علاقه من نبوده. اینهای کاش تمام بشه. یه تعبیری یک از دوستان داشت، به نظرم تعبیری زیبایی بود، گفت رنگین کمانی از همبستگی. خب این رنگین کمان از همبستگی باید انشالله در قاب تلویزیون ما هم نماینده بشه، نشان داده بشه. بله. یعنی تلویزیون باید اگر میخواد ملی باشه باید نمایندگی بکنه 90 میلیون رو. ملت رو باید نمایندگی بله بکنه. ملت رو باید نمایندگی بکنه. خب توی این مملکت هم مسیحی زندگی میکنه، هم چه میدونم سنی زندگی میکنه، هم زرتشتی داریم. چرا اینها نباید در قاب تلویزیون سهم داشت؟ مگه تلویزیون از بودجه عمومی استفاده نمیکنه؟ مگه از همین مالیات و عوارض ما نیست؟ خب همین هم باید باشه. تلویزیون حالا یکی از این عناصر. بله. برید سراغ چیزهای دیگه. بله، حتی تو حوزه‌های اجتماعی، مناصب دولتی، بله، حتی مثلا دانشگاه‌ها، جای دیگر. الان روزیه که اگر مجددا این همبستگی آسیب ببینه و خدای ناکرده شکننده‌ای و شکاف توش ایجاد بشه، دیگه نمیدونم چی باید بگم. هزینه‌اش خیلی سنگین خواهد بود. ایرانی بازم جمع میشه دور هم. در طی تاریخ نشان داده که مسئله میهن که باشه، شرافت تاریخیش باشه، شرافت ملیش باشه، فرهنگش باشه، حالا اینکه واقعا جنگ وجودی بود، وجود ایران در معرض خطر اونها بود، ایرانی جمع میشه، اما خب هزینه‌هاش سنگین میشه و فرصت‌ها رو از دست میدیم. ای کاشی همبستگی حفظ بشه و همه مردم حضور خودشون رو ببینن در این مملکت، کما اینکه نشون دادن خودشون رو. بله. اگر همبستگی مردم نبود الان نه من اینجا بودم نه شما نه ایرانی وجود داشت. یعنی نقششون محقق میشد اگر مردم نبودن. بله. واقعا همچون. و البته خب هم مردم هم دیگه از حق نباید گذشت کسی که فرماندهی کرد این روزها رو. بله. همه دیگه نقش آقای خامنه‌ای خیلی مهم بود تو این ایام، به نظر من خیلی خیلی مهم بود. و اون شب به اصطلاح شب عاشورا هم جامعیت رهبریش رو به نظر میشون چترش رو پهن کرد. انشالله این چتر همیشه پهن بمانه. انشالله. آره این چتر جامعیت بر سر کشور، چون بعضی از مقاطع میشد مثلا بعضی اون گفتن خب ما که مخاطب ایشون نیستیم، بعضی از افراد ما که مخاطب ایشون صرفا مخاطبشون مثلا جماعت حزب اللهیه. درست. یه چیزی که بهشون چیز میکنه. اما الان چتر باز شد بر سر ایران. میخوام اون غزلی که من 2 بیت خوندم اگر مایلی خودت کاملشو بخونی با صدای رسا و اختیار دارین. بی خانمان. آها بله. من 2 بیت خوندم. این غزل رو خب من سالها پیش برای شهدا گفته بودم و بعدها این رو آقای علیرضا عصار توی آلبوم بازی عوض شده دکلمه کرد. و بعد از که ایشون دکلمه کرد خب بیشتر شنیده شد. به یاد شهدای این جنگ تحمیلی 12 روزه. بله. میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بی آشیان درآوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان درآوردیم. چقدر چفیه و پوتین و مهر و انگشتر، چقدر آینه و شمعدان درآوردیم. لبان سوخته ات را شبان از دل خاک، درست موسم خرما پزان درآوردیم. به زیر خاک به خاکستری رضا بودیم، عجیب بود
که آتش فشان در آوردیم. آفرین. به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت، چقدر از دل سنگت جوان در آوردیم. چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم، ز خاک تیره ولی استخوان در آوردیم. برای آن که بگوییم با شما بودیم، چقدر از خودمان داستان در آوردیم. شما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم، نان در آوردیم. به بازیش نگرفتند و ما چه بازی ها برای این سر بی خانمان در آوردیم. و آبهای جهان تا از آسیاب افتاد، قلم به دست شدیم و زبان در آوردیم. آفرین. آخیل مخلص. دست شما درد نکنه. آقا سعید عزیز، لطف کردید تشریف آوردین. درود بر شما. دعوت منو پذیرفتین. مدت ها بود شما رو زیارت نکرده بودیم. توفیقی بود. خواهش میکنم زنده باشین. انشالله همیشه سالم و تندرست باشین. چشمه هنرتون جوشان و قلمتون همچنان استوار و ما از شما طی سالهای سال آینده شعرهای خوب بخوانیم انشالله. زنده باشین. یه فرصتی حالا انشالله این مسائل پشت سر گذاشته شد با سرافرازی و سربلندی ایران و ملت ایران، یه فرصتی انشالله میشیم خودمون شعر طنز هم صحبت میکنیم. چون عرض کردم بینندگان آقا سعید تو شعر طنز هم خیلی چیره دست و قوی اندیشه هستن. ممنونم آقا سعید. خیلی زنده باشه. قربان شما. سلامت باشه. خب از شما عزیزان همراه هم سپاسگزارم که با این دفتر از مجله تصویری قاف ما رو همراهی کردید. تنتون سالم، دلتون شاد و ایران عزیز ما همیشه سربلند در پناه خداوند بزرگ. خدا نگهدار.